ای مردم لوبلینا قربان شما شم برادرها. السلام علیکم و رحمت الله. ببینید این طرف مترو ای. خب همین طرف که اومده ایس بازار کلون لوبلینا. مردمی که نماز جمعه میره که نه هوا پیش سرکوف نماز جمعه میره در همینجا بچه‌های خدمان چایخانه میکردن. یعنی چایخانه دروژبا میگن. ببینید چایخانه با تمام صنعتش باز درونش نشان میدیم. بچه‌های تاجیک چقدر چایخانه حلال یعنی دستافکارم به همه جا را دارن. تماشا کنید. التماس لایک کامنت‌ها خوبتون فراموش نکنید. چای کمی تا میگذشته نماز جمعه میره مسجد بالوینگی مثلا میگم ای پشت همین لوبلینا ای طرف میبره اینا همجا رو همتون میشناسید. خوب وقتی کمی تا اومده این طرف نماز جمعه خیج شاورما پارما است اومدگی این همین چایخانه و چای تاجیک. من ده خونی سیامکا میکنم بچه‌ها تماشا کنید. چایخانه با سطح اعلی راست کردگی سال استول موندگی همه تنج برادرو نگاه کنید. باز هم میگم این راه کلان این ای بازار میبره همین خیل میبیه ای مترو با همجا 3 مینوت. خوب اینا نگاه کنید دوستان عزیز. بسم الله ما میکشیم چایخانه را. چایخانه برادرها با سطح اعلی یعنی تاجیکانه خشرو ساز کردگی بهت خوب است. یعنی که کدمین معرکه های کلان گذروندنی یگان بگیم مجلس های کلان گذروندنی یگان توی سنتی داری میتونی اینجا بگیم کامنت های سیمینی هم داره. اینجا قطعی اهل بیدت قطعی خانگیاتون به حضور میتونی انشالله بشینی. تمام نمودی خوراک ها هستن. ببینید چقدر کامنت های بسیار داره برادرها. یعنی تماما خوب راست کرده. با هم خودی چیکار میکنی میتونی با دیلی پر بیای برادرها خطی شما گاو بزن دست تفکر در همین تریتوری لوبلینا. باز من صاحب کافه را میپرسم. خب السلام علیکم حکا جون خوبی سوزی برگا بیا سلام کنیم حکا جون. همین چایخانه دروژ به شما نموشه اگر خطا نکنم. یعنی دست تفکر باقی جاها داره نرخنامه تو چه خیلی دست تفکر تو با پلای بی پلای میشه با دست تفکر در مترو لوبلینا بسپلار نداره بازار هم دست تفکر داره. یعنی تو در این بازار لوبلینا از ای صداوت زکاس کنن یگان چی ساوی زکاس تو میبریم باش با پل بی پل بسپلار نه تو صداوتم تو لوبلینا رو در این بازار من تو قاول بالا چی خوراکی هست همش میبره منیو رو مینویسه شما. خوب سلامت باشی برادر جون. مایده سلام علیکم. این کامناتور اینجا کامنات چیه کامناتوی اویلوی اینا برادرو کدمن معرکه داری. باز هم میگم یگان مجلس ها میگذرونی اوسینم داره جو. خب اینا برادرو نگاه کنید. تمام نمودی کامنات این به حد کلون است. معرکه های کلون اینا ببینید سیمینی این به سطح عالی روز کردگی اینا من ده کنه نشون ده کامناتور را دوستان عزیز به حد خوب اینا. خوب دوستان عزیز باز من با نشان میتیم خواهش میکنم همین مسلمان خصوصا همین مردمی تاجیک یک کاری کار باید ما دستگیریش کنیم بخیل نشویم بیای حرکت کنیم نام مسلمانی نام ملت می برداریم. این اینجا خاریو خاموش دگن. السلام علیکم خارجون سوزی تنجی چخلا خدمت رسونی یکو ماشاءالله این خالقو خدمت بهترین کسان الله برکتش بده جای خوب جای بهترین. خب اگه خارجون سخنی شیرین با شما که السلام علیکم و رحمت الله برادران عزیز. ان شاء الله که کافه حلال رحمت بید بدیل پر و باوری ان شاء الله طعام حلال میخورین همش حلال. خدمت رسونی چخلا خدمت رسونی الحمدلله. سلامت باشی برادرها. خواهش میکنم دوستان عزیز چایخانه تاجیکانه خدمو به خاطر تاجیک‌ها به خاطر مسلمان‌ها برای مردم خصوصا لوبلینا و صدوات الله برکتون تیا رحمت برای دستگیری تو التماس چیکار کنه همین ویدیو را پنگ کنه. السلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید.